سلام، عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیز. امروز این کلیپ جانا باشین، اگه باشن آره میریم خونشون. یه موضوع خیلی مهمی که خواستم بهتون بگم و تو این ویدیو قراره بهتون بگم. یعنی این کلیپ نه ادیت میخوره، آره داداش هستن نه کات میخوره نه هیچی. داداش هستن نه کات میخوره نه هیچی. فقط خواستم بهتون بگم که خواستم بگم که بچه پیج پارسا رو فالو کنید آقا. اونجا کلیپاش متفاوته. خب اونجا یعنی یک کلیپاییه که خودتون خود این اینستاگرام هم با برگاش ریخته. به جوری قراره تیک آبی هم براش بیاد. حالا انشالله داریم کاراشو میکنیم یه تیک آبی هم بیاد بغل اسمش. و اینکه تنها چنل، این تنها چیزی که من دارم و پارسا اینستاگرام، منم که تنها چیزی که یعنی پیجی چنلی که دارم یوتیوبه. نه یکم کثیفه داریم که تمیزش کنم. آره یوتیوب به هیچ عنوان گول پیجای فیکو نخوری. منم پیج چقدر ماشینه اینجا. این برای ما باشه، این ما دوست داره. و اینکه گول هیچ پیج فیکی نخوریم. تنها چنل تلگرام، تنها آیدی اینستاگرام من چیه؟ موبین او آر جی که یوتیوب. اینستاگرام هم که فقط پارسا هستش، 9373. این هم یه مینی صحبت بود خواستم بهتون بگم. صحبتی دیگه نداریم و همین دیگه. حمایتی هایتون نره. مرسی ستون داریم. خدافه. یه چیز دیگه پارسا جان اینجا. دوستان عزیز من هیچ پیجی توی اینستاگرام برای بار 1000 ندارم.